وقتی بابام کتکم میزد دلم کتلتای مادرم رو میخواست. منو توی بغلش میگرفت و میبوسید، نازم میکرد، انگشتای ظریفش رو توی موهام میکرد و با صدای نازنینش میگفت بخور بخور پسرم، چیزی نیست، آروم باش. یه قطار برقی داشتم، یه صدای ریز قشنگی داشت، دو دو چی چی، دو دو چی چی. رنگ کابلای سیاه سیاه سیاه، رنگ چادر مادرم. یادش بخیر. میرفتم و زیرش قایم میشدم. مادرم میخندید و میگفت بیا بیرون، چی کار میکنی؟ و بیشتر میخندید. قلقلکش میدادم و از همون زیر چادر دورش میچرخیدم و میخندیدیم. یادش بخیر. چه روزی بود. آقا جون رفت سراغ قطارم و افتاد به جونش. التماس کردم، گریه کردم، غلط کردم آقا جون، نشکن، به خدا دیگه تو بازی نمی کنم. اون روز حتی کتلتای مادرم هم آرومم نکرد. اصلا از هرچی کتلت بیزاره. من فقط قطار سیاه خودم رو میخواستم. ولی نه، من هنوزم کتلتای مادرم رو خیلی دوست دارم. وقتی بودی چقدر همه چیز خوب بود. دلم میخواد بیام پیشت، دلم میخواد از بین همه آدمای دنیا بیام پیش تو مادر دلم خیلی برات تنگ شده، اونقدر که جای هیچ کس دیگه ای تو دلم نیست.
امروز قراره برم پیش کسی، شایدم نرفتم. سخته، تنهایی خیلی سخته. کاش از اول میدونستم چرا سکوت میکنی، چرا جلوشو نمیگیری، چرا بهش نمیگی نزن پسرمه. کاش از اول میدونستم که پدرم نیست. راستی مادر، پدرم کی بود؟ میدونم اگه بود حتما خیلی دوستم داشت، مثل تو مادر.